اسرائیل سازشنامه را با حماس که با میانروی ایالات متحده آمریکا، قطر و مصر به دست آمده بود ویران کرد. بر اساس این توافق پس از 42 روز امضای سازشنامه رژیم صهیونیستی باید روند خروج نیروهایش را از دالان فیلادلفیا آغاز میکرد و این روند باید تا روز 50 به پایان میرسید، یعنی تا روز دوشنبه گذشته. ولی تنها این کار انجام نشد، بلکه اسرائیل همه گونه کمک‌های بشردوستانه و واردات سوزشواری را مسدود کرد و برق را قطع نمود. در نتیجه این کارخانه پاکسازی آب آشامیدنی از فعالیت باز ماند. تنها در 24 ساعت اخیر بر اثر حمله‌های هوایی اسرائیل 10 فلسطینی در نوار غزه جان خود را از دست دادند. همزمان اسرائیل ضربه از پشت از جانب خواجگانش در واشنگتن گرفت. صهیونیست‌ها چند روز باز به خشم آمدند، زیرا ایالات متحده بدون آگاهی کردن تل اویو مستقیما با حماس در مورد آزادی گروگانان مذاکره برده ایستاده است. وسایل اخبار عامه اسرائیل گزارش می‌دهند که آمریکا نزدیک بود آنها را خیانت کند و حتی دونالد ترامپ از اسرائیل دلسرد شده است. اسرائیلی‌ها از آن نیز سخت ناراضی‌اند که نماینده مخصوصی پرزیدنت ایالات متحده آمریکا در امور گروگانان ادم بیلر که یهودی است، محض او با حماس مذاکره می‌کند ولی منفعت‌های اسرائیل را به نظر نمی‌گیرد. در یک مصاحبه بیلر تأیید کرد که ایالات متحده آمریکا اگنت اسرائیل نیست و منفعت‌های خودش را دارد و گفته او حماس پیشنهاد کرده است که همه گروگانان را عوض می‌کند و برای 5 تا 10 سال آتش بس اعلان شود. همزمان این جنبش تعهد می‌دهد که نه از لحاظ سیاسی و نه نظامی دخالت نخواهد کرد. بیلر این پیشنهاد را خوب ارزیابی کرده تأکید نموده است که برای رسیدن به صلح دراز مدت در غزه این سازشنامه مهم است. اظهارات نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا باعث خشم اسرائیل شد. تحلیلگر سیاسی روزنامه ایدیات اخرونات نوشته است: به ما اطمینان می‌دادند که حزب جمهوری خواهان و حکومت نتانیاهو با همدیگر در یک جیب هستند، اما هر قدر انتظارها زیادتر باشند ناامیدی‌ها همان قدر بزرگتر می‌شوند. مذاکرات مستقیم با حماس یک شپاتی برای نتانیاهو و درمیر است. در همین حال تمام توجه به شهر دوحه پایتخت قطر روانه شده است که در آن دوره نوی مذاکرات آغاز می‌گردد. در این گفتگوها نماینده مخصوص ایالات متحده آمریکا استیو ویتکوف نیز اشتراک خواهد کرد.